ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфтори адабиямонро аз силсилаи хониши бадеӣ оғоз мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо романи нависандаи халқии Тоҷикистон Кароматулло Мирзоев «Ишқи сархӯр» дар қироати Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 16. از گوریستان برآمده سوی دیه راه گرفته بودند. چند نفر طرفشان می آمدند. فخری بچه ها را به سری سرخور می آورده است. چکار می کنیم؟ لطفیه به هراس افتاد. اسفندیار دستی دختر در دست رو به فخری و همراهان او ایستاد. اسفندیار می ترسم از روی من به تو یگان گپ نشود. همیشه از بهر من. فخری بچه ها را آورده است. مان بیایند. فخری از قطاری بچه ها پیش برآمد. ای تو، گفت به اسفندیار. ها، ای من. پس نآمد اسفندیار. در بالای مزار لطفیه گفته بود که دست من صاحب دارد. صاحبش خودت هستی؟ ها، من. چی میگویی؟ اگر تو مرد می بودی تنها می آمدی، بچه ها را سرگردان نمی کردی. بیا، پیشتر بیا، خودت بیا. اسفندیار دستی لطفیه را رها نموده سوی فخری قدم ماند. فخری عقیب گشت. بچه ها پیش آمدند. سرخور مشق کرده، جنگ دیده، طرزی با چندین کس جنگیدن را هم آموخته. در لحظه یک دو نفر را از پای افتاد. با خیالش که علاوی چشمشان را گرفت پریشان شده. به ناگاه ضربه خورد. با آهن به بندی دستش زدند. از افتش فخری زده بود و بعد او راه گریز را پیش گرفت. مونیسه شب به سحر نآمده از خواب خیست. خوابی به راحت نرفت. هوشش به تویی که برپا می گشت. توی خودش. او را به شوهر دادنی‌اند. نمی خواهد. هیچگاه نمی خواهد. نخواد او فخری را مانده شوهر کند. پدرش این توی را برپا نمودنی. داماد فرزندی باز یک کلان شونده‌ای از پدرش بالاتر سوداهایشان پخته بوده است. توبه. مونیسه سودا شده بوده است. مادرش هم راضی. جایی بدیل او هم بوده است. آدمانی بودمند. به راضی بودن و نبودن مونیسه گوش نمی دادند. پدر راضی، خدا راضی. مادر به گوش وی تلقین می نمود. توی آغاز یافته. با بلند شدن صدای دایره و تبلک از میان حملی مونیسه از جایگه خیست. روز می گذشت. تویکی ها می آمدند. بزمی تویانه می تفسید. مونیسه درون سوخته جایی نشست نمی یافت. چکار کند؟ از کی مدد خواهد؟ هیچ کس به دادش نمی رسد. مادر هم سخنی می گفتش: خوش پیر شوید دخترم، به جای مناسب افتادی. در کدام لبی آب خدا گفته بوده ای که به مرادت می رسی. خوشبخت می شوی دخترم.
گفتم که آچه جان شوهر نمی کنم، نمی خواهم. دولت مانه پیش پا نزن دخترم، اینها دوستانی ددت، باز وظیفهش بلند می شود. من پدرم با وظیفه علیش می کنم. نگوی این گپ ها را، شنوند از سودا میمانی. سودا نگویید آچه، من مال نیستم، من آدمم. با کی شوهر کردن من خودم میدانم و یک بچه‌ی کمبغلند. اوه دخترم، تو حالی همین خیل روی برآورده ای، شرم نمی داری؟ من نسوزانید آچه، پشیمان می شوید آچه. ددش شوهرش را جیغ زد مادر. می شنوید این دخترتان چی ها می گوید؟ دمش را گیران، وی را صاحب شو، می کشم. پدر از جای برخاست. روز گذشته، شب نزدیک می آمد. مونیسه بی طاقت تر گشت. در هراس که معرکه ایجاب نزدیک می آید، بعد جای او تگی چادر پهلوی داماد. می خواست تا آن لحظه ها امکان یابد و باز یک باری دیگر نزد فخری رود، باز خاطر رسان نماید که خواهشی او را بجا می آرد. می گریزد، خانه آنها می آید. پسی درو دیوارها راه یافت، راه گرفت به خانه فخری. سراسیمه با دلی پر هراس، یک چشم به پیش و یک چشم به عقب، در تگی دروازه خانه گپی می گفتش را به فخری گفت. گریزم، خانتان بیایم. گپ زن فخری، خانتان بیایم یا نه؟ قسم خورده بودی، قول داده بودی. مونیسه راحکی شده باز از فخری پرسید. بیا گفتم بیا. فخری جواب گرداند و در بلا ماند. گریز، به خانه امان بیا گفتنی فخری را پدر شنیده بود است. استنطاقی او سر شد. کی بود این دختر؟ پرسید پدر. مونیسه. مونیسه دختری وزیر که حالا تویش سر شده است؟ ها، مونیسه دختری وزیر خودش آمد. چی گفته آمد؟ می گریزم، خانه اتان می آیم گفت. شنیدم این گپ ها را خدا زده. تو بابای به دختری توی شدگی ایجاب شدگی گفتی که گریزد خانه ما آید؟ ها داده، ما با هم همین خیل عهد و پیمان کردیم. باور کنید وی را نغز می بینم. نگوی این خیل گپه، زبان تا می برم. ما کجای و دختری وزیر کجا؟ هر کس به وارواری خودش، هر کس پاش چینی کرپه خودش دراز می کند. برای یک خلطه آرد راهی ما بند. باز تو گیرومی دختری وزیر. فهمند هیچ کس نی، اکه های این دختر تو را می کشند، خون گرفتند. به بالای آدم ماشین هی می کنند، نمی دانی؟ شوخی کردم داده، وی دختر خودش خانتان می آیم گفت. راست که دختر در شبی تویش گریخته خانه ما می آید؟ ها داده می آید. خودم بیا گفتم، ای بی خودم. اوه بچم، خدا زده بچم، میگویی که حاضر دختر گریخته خانه ما می آید؟ بعد تو چی کار میکنی و یا کجا میبری؟ پنهان کرده میتوانی؟ نمیدانم.
من میدانم در پشتی من و تو آتی و بچه چوب میزنند، هر دویمان را زده پیش انداز کرده نزد مردم میبرند. تو طاقتی بروی آدمان نگاه کردن داری. تو حالا زهری عتابی مردم را نچشیده ای، تعاملها را نمیدانی. لیکن من دیگر بروی هیچ کس نگاه کردن نمیتوانم. شرمندگی برای یک آدمی بین معرکه، برای وزیر که دیگر سر برداشتن نمیتواند. شرمندگی به خداها، به اهل محل، به من و تو، به اهل و اولادمان. بنده های مومن با هزار آرزوی و امید توی کرده اند، دسترخوانی مراد کشاده اند، بزم و تماشا آراستند، هزار دلار و سامانی به خرج دادند. همه اش برباد، همه اش از دستی تو. میدانی به تو چی می کنند؟ به حرمت خدا نفس نکشیده ای که لخ پاره می شوی. نمیدانم تو چی بچه، چی بلای رویدی، نام بدی. به همین دخترهای بیچاره حیرانم که چی جهتی توی دیده سلامی توی علیک می گیرند. غضبی پدر افسوده می گفت از دستی تو کمپیری سالی هماه نالان. دختری خانه نبیرش سارا بیگیم را برآورده بردی، آوازه شد نامزد داشت از فاتحه گشت. برای کلین شدنی وی دیگر هیچ کس پا پیش نمی ماند. بختش را سوختی. وی نامزدی بچهی صوفی سنگ بوده است. صوفی از من روی تافته است. بچهش از روسیه آمده است. دین در پیش آدمی بسیار از ریشم گرفت. بچه‌تم می کشم گفته گشته است. گپی دختری خالت لطفیه از دهان نمانده است. وی را کشتی می گویند. در خانهش غریب. همه این بس نبود که باز بیت و غزلی نو به دختری وزیر گپ دادی. همین لحظه ها وی می آید. قیامت قایم می گردد. پای من هم در این جنجال های تو غیجید. برای من و تو در این محله در میان مردم جای نماند. دیگر روی آدمای نبینم میگویم. زندگی برایم تمام. ننگ دارم، ناموس دارم، نمیتوانم بچم. من سرم گرفته میروم. پدر که روی خانه قدم میماند، جامهش را از سری میخ گرفت. میروم گفت. کجا میروید دده؟ من مانده کجا میروید دده؟ پیش پایهای پدر افتاد فخری. تو را نمی پرتایم بچم، تو را هم میبرم بچم. توکلمان به خدا میگویم بچم. از دیدگانی پدر اشک میبارید. روی به پسر نظر انداختن نکرد. به فخری هم فرمود که جامهش را بگیرد. پدر و پسر جامه هایشان در کیف از حولیشان برآمدند، به راه در آمدند. شب تاریک پیش راهشان روشن نبود. مونیسه را به تگ چادر بردند. تنه به تخت ایستاد. داماد را به پهلویش خواندند. نظر به داماد گویا خواب بود. بیدار شد. چی گپ و چی واقعه ها شده. او را ایجاب کردند. خطبه نکاح خواندند. گویا عقلش را دزدیدند. انگ ماند. یک باره به خود آمد.
درون سوخت، تمامی وجودش آتش گرفت، جسم و جانش گداخته گشت. علاوی شد کو فخری؟ او در کجا؟ قول و قسم چی بود؟ صبر و طاقت از او رفت. با بهانه در یک آنی واحد ندانست چطور از تگ چادر بیرون شد. می دوید او، فخری گفته، سوخته پخته، در حالی که نفس در گلو در می ماند. دلش به تنگ آمده، رنگ رویش سیاهی می زد. قریب از پای می افتاد سوی کوی مراد. سوی کلبه فخریشان می دوید تا به اینجا رسیدنی وی الکی از گریختنش خبر یافته بودند. گمان بر از فخری بلا به سری وی حولیشان پوری آدم. همه فخری های فرمانبای خدا زده، عالم را جر انداخته پدر و پسر را می کافتند. درونی کلبه تا هیزمخانه و مرخانه ها را تگورو می کردند، فریاد می زدند، اما از هیچ کجای صدای نی. یقین گم شدنی عروس کاری همین خاندان، وگرنه کجا شدند؟ کجا رفتند؟ کجایی رفتند که دختر را بردند؟ کاش که همین خیل می شد. مونیسه که در تاریکی ها پسی درختان پناه می گشت، نفس به درون به خود پیچی راست زد. در همین دم از میان آدمان آوازی کسی بلند شد: های مردم، فخری را نکاوید. تکراراً همین سخنان را باز به زبان آورده افزود: او شاهد، او دیده که هنوز قریبی های آفتابشین پدر و پسر فخری و فرمانبای جامه ها در کیف از محله برآمده رفتند. با شنیدن این خبر لطه آنهایی که در جستجوی فخری بودند در آب زد. همه از حولی برآمده رفتند. حولی بی آدم مانده و مونیسه تاقی و تنها. تکیه به دیوار شد. چه خبری شنید؟ فخری با پدر ترک خانه و در نموده از محله برآمده رفته است و غمی مونیسه را نخورده است. فکر نکرده که مونیسه را خودش گریز بیا گفته بود. او کجا می رود؟ تک زمین و بالا آسمان، پای از زمین و دست از آسمان کنده. او را جایی رفت نه. چکار می کند؟ مگر فخری خیانت کرد؟ مونیسه را به خانه بیا گفت و خودش رفت. وی را هم مثلی سارا بیگیم و لطفیه فریب داد. آیا همان روزی که با هم لطفیه را در سری گور مسخره می کردند، لطفیه راست گفت که حالی مونیسه را هم می بیند، در میان راه می ماند؟ نه، باور ندارد. وی با دخترهای زیاد همگپ بود. روزی سارا بیگیم و لطفیه را سیاه نمود، اما می گفت که همهش به خاطر مونیسه. او داشته نداشته یکی و یگانه مونیسه را داشته است. از همهشان جدا می شده و مونیسه می گفته. در مسئله لطفیه با خود مونیسه مصلحت انداخت. گفت که راهی از لطفیه شلقین جدا شدنش را فکر کرده است. او را با هم به سری جر بردند. بعد این مهری مونیسه به فخری صدچند افزود. باور نماید فخری که مونیسه هم به مغز جان او را دوست می دارد. از گپی پدر و مادر می برآمد و گپی فخری را می گرفت.
همین که از تریزه خانه‌های با حشمتشان از آشیانه چندمی که او را در زیر درختی توتی وعدگی قدی راه میدید خود را برای وی از همان بلندی افکندن میخواست. دستش در زر میشد، نزدش میشتافت. کجایی که میخواست فخری او را میبرد. جایشان اکثر دره بلبلان، لبی چشمه های آبشان نقرتابی تنه تیپه ها، زیری بیدهای مجنون که نوده هایشان سر به زمین، خیمه ها بر این میتافتند. درونی باغی ایشانی تیشکی خانچه‌ای دارد. بعد جایی از همه پسندیده مونیسه خانه خودی فخریشان که شبها پدرش در کار و مادر به مهمانی رفته. شبها تا سحر شیرین کامی بوس و کنار. مونیسه میخواست شبها به سحر نه آیند. مادری فخری همیشه به مهمانی رود. در خاطر دارد بعد جراحی شدن مادرش به او فرمودند که چند روز نزدش نشیند، آب دهد، کسلبانی نماید. ولی در لحظه هایی که فخری در تگی توت پیدا می شد سویش می دوید. باری مادر در کار بود و تفلکش در گهواره. مونیسه او را بانی می کرد. همان روز هم فخری را در تگی توت دیده به پانی با سر سویش دوید. بعدها وقتی برگشت گهوارت چپه شده، خواهرک قریب به حال خود. از این قضیه در خاندان آگاه گشتند. ولی مونیسه همانا فخری می گفت و فخری. حالا هم فخری گفته پدر و مادر را شرمنده روی عالم ساخته به کوی او آمد. اما وی را او نمی یابد. مگر او را هم فخری میانی راه نموده؟ باز از خود می پرسید. نه. لحظه های را مونیسه یاد دارد و دیده که فخری برای او گریسته، سر بالا کرده بروی او نظر انداخته نتوانسته، چشمانش حوضی آب. چرا میگیری فخری؟ می پرسید. یک چی گویم؟ فخری خاموش می ماند. بعد به گپ می در آمد. من تو را دوست می دارم. من هم تو را دوست می دارم. می شنید جوابی مونیسه را او. می دانم. بعد فخری با چشمانی پر آب نزد مونیسه علم دل می کشد. وی بچه کم بغل، نادار، خواه ناخواه مونیسه را به او نمی دادند. زمانی بایی و کم بغلی شده. فخری با علم و گریه اظهار می نمود که خواه ناخواه او از عالم خوشیهایش، از ستاره سحر، پیوند دل و جان از مونیسه می ماند. یک عمر در فراق او می سوزد، می نالد. فخری راست می گفتند. از دستی مونیسه هیچ کار نه آمد. به پدرش حرفی گفتن نتوانست. آخری عشق و محبت آنها به فاجعه انجامیده. فخری ترک منزل و مکان کرد. رفت که رفت. راهش نامعلوم. شاید زنده میماند و یادی مونیسه می کند. اما برای مونیسه هیچ گونه راهی نامعلوم هم نمانده. وی دختری خانه، ناموسی دخترانه دارد. حفظش می نماید. ننگ و ناموسش را با خود می برد.
قسم خورده بودند. همان روزی که لطفیه را مونیسه و فخری بجری گاوکوش برده بودند، همان لحظه هایی که لطفیه خودش را بجر افکند و آنها دستی به دست از سری جر برگشتند، هر دو به لب کولی شهر رفتند که آن را کولی کمسمال هم می گفتند، کولی بی تک، بی سر و بی بر. تک تکی درختانی کناری کول قدم می زدند. دل مونیسه بیشتر فدای فخری گشته و برای مونیسه از بهر دختری خالش گذشت، او را کشت. مونیسه به فخری دل نداده، به کی دل دهد؟ او را دوست نداشته کی را دوست دارد؟ فدای او نشده فدای کی شود؟ فخری دستش در دستی او در زیر یک ارچه سرسبز ایستاد. من سوگند می خورم، بیا با هم سوگند یاد می کنیم. بهر چی؟ از همدیگر جدا نمی شویم، می میریم و با هم می مانیم. قسم می خورم که برای تو می میرم، برای تو و باز هم برای تو. من همین را می خواهم مونیسه، به حرمت خدا همین را می خواهم. در لبی کول قسم یاد کردند، قسم روی قسم، 100 قسم. حالا برای مونیسه راه دیگر نمانده، راهش یکتا. صبح می دمید، صبحی آخری عمری او، صبحی که برایش روشن نمی شود. سراسیمه از حولی بیرون آمد، رو به راه شد، راهش سوی کول. می رود، لباسهای عروسی در بر، نامی فخری به دل و جان برابر، از جان هم عزیزتر در زبان می رود. به یاد او از این عالم می رود. шунавандагони азиз, шумо гуфтори 16 охиринро аз рӯи романи нависандаи халқии тоҷикистон Кароматулло Мирзоев «Ишқи сархӯр» дар қироати рови Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Нағзалӣ. поёни гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ.